ما گفته استم که با این حیات ما بود نمیشه. ما در پیش یک جایی داریم، حتی حدیث پیامبر داریم میگه این دنیا حلوتون خزیرتون. همین دنیا را پیامبر میگه میدونین چخیره، هم شیرینه هم دلکشه. همین دنیا ببین چقدر شیرینه. و این الله مستخلفوکم فیها، یکی شما بدونین این مردم که در همین دنیایی که هم شیرین هم دلکشه، شما به حیث انسان‌هایی هستین که باید امتحان بسپارید. امتحان شما را الله میگیره، شما امتحان سپارنده این. بعد پیامبر چی میگه؟ فینظروا کیف تعملون. بعد میگه میدونین که خدای مهربان در عملها تو نظر میکنه، شما چی ها کردین. ولی اگر حاجی میرزا دنیا گذره، حاجی بابا عزیزای خدا میگن که مردم چی میگه؟ قال الناس، میگه ما خلفه، یعنی میگه مردم میویده میگه که چند ساله بود، چند فرزند مونده. ببینید یعنی کو در کجای چخیر، همین مقصد از دنیا میپرسد. لیکن میگه انا ملائکه چی؟ و قالت الملائکه، یکی وقتی که من گذاشتم ملائکه بینشون میگه چی میگه؟ ما قدمه، این برای آخرتش چی روان کرده باشه. این مقصد در خانه قبر یگان عملی روان کرده است که استقبالش بگیرن. این حاضر ما آمدیم این استقبال بین، این مرحمت بین. عیناً همین استقبال و مرحمت نزد الله مهربان برای بندهایش که در دنیا اطاعت کردن، فرمان برداریش کردن. انمونها ملائکه های داره که بالای دست میگیرن و مقصد با تمامی همون هر چی که از عزت باشه شما را انجام میتن، به نسبت شما میکنن. برای این چیزها را ما باید در یاد فراموشی قرار ندیم. از بندگی ما این دنیا بسیار عمرش کمه. اینم شما راضی هر کدام تا پرسن چی دیدی همین دنیا؟ هیچی میگویی هیچی ندیدم. حضرت نوح 1050 سال به قول عبدالله ابن عباس 1050 سال عمر دید. وقتی پرسیدنش که حضرت چی دیدی؟ چهل عمر. گفت گذشت چون برق، چون خواب و خیاله، به خاطر نیست جز رنج و ملاله. همین دم دانم و این سختی جان، به فضل حق شود این مشکل آسان. گفت بچم 1050 سال در همین غیر درد غیر غم هیچی ندیدم. 1050. اکه گفت حاضر که عزرائیل آمده مهمان ما یک باید که امانت بگیره، در فکری همین گفت تمام دیگه. بگو با دستم از گرفتن نیست رنگش. همین قایی که در دنیا با همین دست معامله بود ایربی ای دنیا یگان رنگ نمونده. با دستم از گرفتن نیست رنگش، با دندانم زی خوردن نیست رنگش. دندانام بین یگان رنگی دنیا نداره، همون چیزی بود همون خیلی. این دنیا معناش همینه که اینجا مادام 1050 سال نان گرفته کار کرده یگان اثرش در دنیا نیست، یعنی معناش همینه که دنیا خودش هیچی نیست. برای هیچی ما اگر عمرمون بیهوده بگذرانیم، اگر به اهمیتی کنیم، همین را خالی از طاعت عبادت کنیم، بعد حضرت صوفی علیار میدونین چی میگه؟ میگه امر اگر نگذرد به حق جویی، شرم نکرده امر همگویی. همین امری که در روی عبادت نباشه میگه بچم با ما امر میگویی. عمر اگر نگذرد در رای مولا، عمر هر گاو خر از او بالا. عمری که اگر با خداشناسی نداشته باشد، عمری که یک کاری درست ای نادرست که جدا کرده نتانی،
میگه عمر گاو و خر از عمر تو بالاتره